وقتی که 8 ساله بودم هیچ دوستی نداشتم که مادرم اونو دوستش داشته باشه. مادرم اجازه نمیداد با بچه‌های محلمون بازی کنم. همیشه تنها بودم. همبازی‌هایی هم که داشتم پسرعموهام بودن. اما فاصله خونه ما با اونها تقریباً 3 ساعت و 25 دقیقه بود. یه روز مادرم وقتی دید خیلی ناراحتم و به بچه‌ها با حسرت نگاه میکنم، به من اجازه داد تا با بچه‌های همسایه کمی بازی کنم. مادرم باید برای انجام کاری به بیرون میرفت. من هم هیجان زده عروسک‌ها و اسباب بازی‌هام رو برداشتم و به بیرون رفتم. هیجان زده بودم که میخوام با بچه‌ها بازی کنم. وقتی به اونجا رسیدم هیچ کس نمیخواست با من بازی کنه. اما در اون بین یه نفر به من نزدیک شد. اون پسر چشمان طول سگی و بامزه‌ای داشت. ما به سرعت با هم همبازی شدیم. حتی با وجود اینکه اون پسر بود، برای مهمانی چایی به من و عروسک‌هام پیوست. او همچنان از من دعوت کرد به خونه اونها بریم و با هم اونجا بازی کنیم. اما من گیج شدم چون خونه اونها بسیار قدیمی بود و انگار سالها بود که تمیز نشده بود. اما قبول کردم. وقتی به اونجا رسیدیم تصمیم گرفتیم به باغ خونه‌شون بریم و اونجا بازی کنیم. نمیدونم چرا توی اون تایم هول کرده بودم. بهش گفتم کمی آب بهم بده. اما اون فقط بهم نگاه کرد. فقط بهم نگاه میکرد و پوزخند میزد. اون گفت دفعه بعدی میخوای بیای اینجا بخوابی؟ اما من جوابی ندادم. ترسیده بودم و برگشتم خونمون. 2 هفته بعد از اون تجربه ناراحت کننده به دنبالش رفتم. اما اونجا نبود. یه هواپیمای کاغذی از جایی به سمت من پرواز کرد. اون رو برداشتم. بازش کردم. شوک شدم. حسابی ترسیدم. اون یک روزنامه بود که عکس پسرک در اون چاپ شده بود. نوشته بود که اون 9 سال پیش گم شده. از اون موقع به بعد شبها وقتی میخوابیدم تصویر پسرک رو پشت پنجره اتاقم میدیدم که به من خیره شده و لبخند میزنه. اکنون 19 ساله هستم و هنوز گاهی چهره اون پسرک رو پشت پنجره میبینم. حدوداً 6 یا 7 ساله بودم. مادرم به اجرای پیانوی خواهرم در گرجستان رفته بود. پدرم سر کار بود. خلبان یک شرکت هواپیمایی بود. بنابراین مادرم من و برادر بزرگترم که 12 سال داشت رو در خانه یک خانم پرستار که چند بلوک دورتر از ما بود رها کرد. پرستار از ما خواست که اذیت نکنیم و تلویزیون تماشا کنیم، در حالی که او با دوست پسرش حرف میزد و ما تلویزیون تماشا میکردیم. صدایی آمد شبیه به صدای خراشیده شدن دیوار خونه، اما فکر کردیم صدای یک گربه است و بیخیال شدیم. حدود 30 دقیقه به تماشای تلویزیون ادامه دادیم، اما پرستار به طور عجیبی به سمت در دوید و در رو قفل کرد و پرده ها رو پایین کشید. من و برادرم کنجکاو بودیم که داره چیکار میکنه. من که کوچیک‌تر بودم ترسیده بودم و شروع کردم به گریه کردن. برادرم هم با گریه من شروع به گریه کردن کرد. پرستار به ما گفت نترسید، همه چیز درست میشه. ما رو به طبقه بالا برد، مقداری تنقلات برامون آورد و گفت همینجا بمونید و به چیزی دست نزنید. 1 دقیقه بعد رفتن اون صدای شکستن شیشه اومد. بیرون اومدیم و اون بیرون مردی رو دیدیم که با یه آجر شیشه پذیرایی رو شکسته بود و داشت وارد خونه میشد. پرستار متوجه حضور ما شد و ما رو به اتاق برد و ما رو توی کمد برد و گفت قراره یه بازی مخفی انجام بدیم که مجبوریم ساکت باشیم. ما رو داخل کمد کرد و درش رو قفل کرد و خودش رفت. چند دقیقه بعد صدای یه فرد بالغ اومد که میگفت بیاید بیرون، هر جا باشید پیداتون میکنم. من و برادرم حسابی ترسیده بودیم، اما مجبور بودیم ساکت باشیم تا صدای ما رو نشنوه. همینطوری ادامه میداد که پرستار از پشت در گفت پلیس تو راهه، به نفعته که از خونه من بری بیرون. صدای قدم‌های مرد رو میشنیدیم که داره به بیرون میره. صدای آژیر ماشین پلیس می اومد. مرد در حال فرار بود، اما پرستار موفق شد با یه چوب بزنه تو سرش و مانع فرارش بشه. اما مرد خیلی قوی بود، آسیبی ندید و بلند شد. در حالی که دنبال پرستار میدوید تا اونو بگیره، پلیس رسید و مرد رو دستگیر کرد. 2 روز بعد از اون اتفاق مادرم برگشت و برامون توضیح داد که اون یک متخلف جنسی بوده، اما بعد از اینکه پلیس اونو دستگیر کرده از زندان فرار کرده.
و باید خیلی مراقب خودمون باشیم.